تا حالا به پرچم تیم آیس روم دقت کردین؟ همونی که توی سال 97 برداشتن سینه‌های گرگ بدبخت و سانسور کردن گفتن تحریک‌آمیزه. میدونین داستان این گرگ و این دو تا بچه‌ای که دارن ازش شیر میخورن چیه؟ قبل از اینکه امپراتوری روم به وجود بیاد، پادشاه ظالم اون زمان نمیخواسته که دوقلوهای دختر برادرش به قدرت برسن و قدرت رو ازش بگیرن. به خاطر همین دستور میده که این دو تا نوزاد رو بندازن توی رودخونه تا بمیرن. اما اون سبدی که این دو تا نوزاد توش بودن به یه تپه گیر میکنه و اونجا یه گرگ ماده صدای گریه این دو تا نوزاد رو میشنوه و به جای اینکه بخورتشون نجاتشون میده و حتی بهشون شیر میده و بزرگشون میکنه. در افسانه‌های روم اومده که این دو تا برادر به اسم رومولوس و روموس بعدها میان و امپراتوری روم رو بنا میکنن. یه جورایی هم میتونیم بگیم که امپراتوری بزرگ روم رو یک گرگ ماده بنا کرده. اما خب حالا ربطش به زبان فرانسوی چی بود؟ کلمه شین به معنای سگ ماده یا همون گرگ ماده یه فوش خیلی زشت توی زبان فرانسویه به معنی زن بدکار. متاسفانه خیلی فوش زشتیه و این موضوع یکی از معروف‌ترین آهنگای فرانسوی از سولان به اسم رومه که توش میگه همون زنی که شما شین خطابش میکنین و تحقیرش میکنین با این اسم کسی بود که امپراتوری روم رو بنا کرد. هایی که با این اسم تغییرشون میکنیم بزرگترین امپراتوری دنیا رو بنا کردن. خداوکیلی خیلی جالب بود. این جالب ترین چیزی بود که امروز میتونستی تو اینستاگرام ببینی. پس برای دوستتم بفرستش. راستی آهنگش هم گذاشتم توی کانال تلگرامم.